ماجراهای هاکلبرفین قسمت 12. شما گرفاردا همتون ترسو هستین. مراقب حرف زدنت باشه برسون وگرنه پشیمون میشی. حالا اسلحه‌تو بذار زمین و از اینجا دور شو. تو اسلحه‌تو بذار از اینجا گورتو گم کن. ما زیر بار هیچ توهینی از طرف شبستانا نمیریم. بهتر زیاد سخت نگیری باب. اکنون بزرگترین پسر گرنفورد به وسیله شپردسونا زندانی شده، ولی در عوض گرنفوردا ادوارد پسر شپردسونا را به عنوان گروگان نزد خود نگهداری می کند و نفرت این دو خانواده نسبت به هم برای هاک که حالا خودش رو جورج معرفی کرده بسیار تعجب آوره. اونو دار بزنین. دلم میخواد همین الان دار زدن اونو ببینم. نه علی اینقدر سخت نگیر. تو فکر میکنی چه اتفاقی بیفته سنجاب کوچولو؟ ادوارد شپردسون بیار اینجا. بهتر عجله نکنیم، ما باید بیشتر فکر کنیم. نمیخواد بی خود ازش دفاع کنیم تا ما میدونیم با اون چی کار کنیم. ما باید بیشتر فکر کنیم، لااقل میتونیم صبر کنیم تا زمانی که بفهمیم اونا چه تصمیمی درباره باب گرفتن. خبر تازه‌ای دارین؟ ما اینو تو مزرعه پنبه پیدا کردیم. این کلاه بابه. درست وسط اون کلاه سوراخ شده، نگاه کن. حتما اونو کشتن. ای موشای کثیف، همین برامون کافیه. بهتره بریم و برای همیشه از شهرشون خلاص بشیم. بگو ببینم تام، تو هنوز قانع نشدی؟ ادواردو بیار اینجا، اون باید جریمه این کارو بده. خب تام، حالا میخوای چیکار کنیم؟ یه دقیقه صبر کنیم. هیچ کاری رو با عجله انجام ندین. شما مجبورین احترام نام خانوادگیمون رو در نظر بگیرین. این موضوع رو فراموش نکنید بچه‌ها. ولی پدر، این کلاه بابه که سوراخ شده، تو مزرعه پیدا کردیم. سوراخ شدن کلاه معنیش اینه که باب کشته شده. این نمیتونه چیزی رو ثابت کنه. شپردسونا آدمای بدجنسی هستن ولی هرگز به کسی از پشت سر تیراندازی نمیکنن. منم همین عقیده رو داشتم، ولی با این اتفاقی که افتاده باید بگم که ما تا فردا از حال باب با خبر میشیم و تا اون موقع بهتون دستور میدم که عجولانه درباره ادوارد تصمیم نگیرین. من سرپرست خانواده هستم و انتظار دارم برای حرفام احترام قائل بشین. تا من دستور ندادم هیچ کس حق نداره خودسرانه مرتکب عملی بشه. روشن شد بچه‌ها؟ بله قربان، ما تا فردا صبح صبر میکنیم. حالا برگردین سر جاتون و مراقب زندانیتون باشین. عجله کنین. باک، یه خبر خوبی دارم. باب نمرده، اون زنده است. بله، یکی از افرادتون یواشکی مزرعه شپردسون رفته و برادرتو دیده. اونو توی یه استبل زندانی کردن. اون نمرده باک. چه فایده داره؟ اونا حتما اونو میکشن. من مطمئنم. نمیدونم، اما امیدوارم ولش کنم. اگه اتفاقی برای اون بیفته ما هم همون بلا رو سر ادوارد میاریم. حالا میبینی یکی اومد. نمیدونی داره چه اتفاقی برای برادرم باب میفته. هر لحظه ممکنه اونا بابو بکشن. من میخوام یه چیزی ازت بپرسم. چیه؟ میدونی من میدونم که تو مایلی با جیمی شپردسون ازدواج کنی، ولی جیمی شپردسون و سایرینن که میخوان برادرتو بکشن. مطمئنم که تو خودت هم دیگه راضی به این ازدواج نباشی و مشکلی که پدرت با این مسئله موافقت کنه. منو تنها بذار. فعلا دلم نمیخواد درباره هیچ چیز صحبت کنم. خیلی خوب باشه، ولی من با پدرت صحبت میکنم و سعی میکنم که رضایت اونو جلب کنم. خب؟ مری نمیدونه چه کاری انجام بده. از طرفی نگران موقعیت برادرشه و از طرفی در فکر ازدواج با جیمی و با موقعیتی که پیش اومده فعلا ازدواج اونا غیر ممکنه. کیه؟ منم، جورج. بیا تو جورج.
برادرت بابو در محلی که متعلق به جیمی شپردسونه نگه داشتم. البته نگران نباش، حالش خوبه. میدونم جورج، ولی نمیدونم چه کاری از دستم برمیاد. من نمیخوام اتفاقی برای باب بیفته. اون همیشه برادر خوبی برام بوده. باید کاری بکنیم که بلایی سرش نیاد. از طرفی باید به جیمی هم کمک کنیم چون اونم مقصر نیست. من نمیدونم چرا خانواده های ما اینقدر نسبت به هم تنفر دارن. آخه این چه وضعیه؟ بیچاره مری. بیا اینجا سنجاب کوچولو. حالا به دقت گوش کن. من میخوام به مری کمک کنم. تو هم باید کمکم کنی تا موفق بشم. این همون چیزیه که من از تو میخوام برام انجام بدی، فهمیدی؟ فکر میکنم یه صدایی شنیدم. خیال میکنی صدایی شنیدی؟ اونجا کیه؟ منم. همه چی رو به راهه. آره حواسم جمعه، تو هم مراقب باش. اینطور که میبینم منتظر روشن شدن هوا هستی. شاید هم آخرین روز زندگیت باشه، پس ازش لذت ببر، چون به محض اینکه هوا روشن بشه کلکت کنده هست. منو تنها بذاری، پس اینجا برو. خون سرد باشه ادوارد، هیچ جور موفق نمیشی. موفق باشی سنجاب کوچولو، من رو تو حساب میکنم. خدا کنه اون بتونه دست خط منو بخونه. من آماده هستم. به محض این که صدای شلیک تفنگ رو شنیدی، همراه سنجاب از اون کلبه بیرون بیا سنجاب. فهمیدم تو همون سنجاب هستی، درست میگم؟ شپرسن رو دارم بیاد. ما همیشه آماده هستیم. دستگیرشو کنیم. بریم. فهمیدم منظورت چیه. تو میخوای دنبالت بیام، بهتره مراقب باشی. بیای عجله کنید. کنار رودخونه همه چیز ساکت و آرومه. بیاییم برگردیم به کلبه. بیای. کی اونجاست؟ کی اونجاست؟ تو ادوارد هستی، درسته؟ اون دوست توه.
پس اون یادداشت رو تو نوشته بودی مگه نه؟ بله، من تو رو آزاد کردم تا تو هم بابا آزاد کنی. باب؟ فهمیدم. ولی میدونی معنی این کار تو چیه؟ اگه گرنفوردا بفهمن که تو من آزاد کردی، قبل از اینکه باب برسه خونه اونا تو رو میکشن. تو یه گرنفورد نیستی، پس این کار رو برای چی میکنی؟ چرا زندگی خودت رو به خطر میندازی؟ این کار خطرناکه پسر. تو خودتو وارد این ماجرا نکن. نمیخوام تو کشته بشی. اگه باب کشته بشه، مری و باب که هر دوشون مورد علاقه من هستن قصه میخورن. مدت‌های طولانی است که بین خانواده‌های ما اختلاف وجود داره. تو نمیتونی یه شب مشکلات رو به همین آسونی برطرف کنی. اگه این کارو نمیخوای انجام بدی، متاسفانه باید برگردی به کلبه. ادوارد فرار کرده! ادوارد فرار کرده! چی گفتی؟ لعنتی، اون تیراندازی ها برای گول زدن ما بود. میخواستن ما رو از اینجا دور کنن. اون نمیتونه زیاد دور رفته باشه. ما از دو جهت میریم و اونو پیداش میکنیم. راه بیافتین، دنبال من بیای. باشه، قول میدم. بابا آزاد میکنم. تو به قولی که دادی عمل میکنی؟ من رو قولت حساب میکنم ادوارد. مطمئن باش به قولم عمل میکنم. یه کرجی تو رودخونه برات حاضر کردم. اونو سوار شو و برو. یادت باشه تو به من قول دادی ادوارد. به قولم عمل میکنم. تو میتونی رو حرفم حساب بکنی. راستی اسم تو چیه پسر؟ جورج جکسون. ازت متشکرم جورج. حالا بهتره هرچه زودتر از اینجا بری. میدونی اگه اونا پیدات کنن چه برای سرت میارن؟ بیا بریم، کوچولونا دارن دنبالمون میگردن. عجله کن. اون اونجاست، پیداش کردم. کجا؟ راه تو مزرعه پنبه. یک بکنم زدمش. عجیبه این که یه بچه است. پس ادوارد کجاست؟ ادوارد فرار کرده، ولی این بچه اینجا چیکار میکنه؟ جواب بده، اینجا چیکار میکنی؟ شماها ادواردو پیدا نکردین؟ اون تیراندازی کرد و حواسمون رو پرت کرد و ادواردم از این موقعیت استفاده کرد و فرار کرد. خب حرف بزن، تو این کاری کردی؟ جورج، تو همچین کاری رو نکردی مگه نه؟ اونا اشتباه میکنن. خواهش میکنم پدر، جورج دوست ماست. اون هیچ وقت کاری بر ضد ما انجام نمیده. خواهش میکنم اونو ببخشین. خب جورج، بهتر خودت حرف بزنی. حالا بگو ببینم، تو ادواردو آزاد کردی؟ بله قربان، من این کارو کردم. جورج، من گذاشتم اون بره چون بهم قول داده که بابا آزاد کنه. منم مطمئنم که اون به قولش عمل میکنه. جورج، شپرسونا به قولشون وفا نمیکنن. ادوارد هرگز بابا آزاد نخواهد کرد. ولی تو این کار دخالت نکن مری. تو اشتباه بزرگی مرتکب شدی جورج. حالا که ادوارد برگشته دیگه هیچی نمیتونه مانع کشتن باب بشه و تو باعث مرگ اون هستی. ما حاضریم تو هرچی دستور بدین انجام بدیم. بله قربان بهتره به جای ادوارد این بچه رو مجازات کنیم. بله. ساکت باشید، همتون ساکت باشید. من یه فرصتی به جورج میدم و صبر میکنم تا ببینم چه اتفاقی میفته. از شما میخوام تا وقتی که آفتاب طلوع میکنه و به نوک اون درخت صنوبر که اونجاست میرسه صبر کنین. اگه باب تا اون موقع برنگشت، من خودم درباره این پسر تصمیم میگیرم.
برگشت. ادوارد چقدر از دیدنت خوشحالم برادر. جیمی تو باید بابا آزاد چی؟ بکنی. خواهش میکنم جیمی. من به یه پسری به اسم جورجینو قول دادم. جورج؟ اون منو نجات داد و گذاشت فرار بکنم. جورج آره؟ فکر میکنم اونو میشناسم. خواهش میکنم جیمی بذار باب بره وگرنه گرفوردها اون پسر رو تنبیه میکنن. خواهش میکنم. چه حرفای بیهوده‌ای میزنی ادوارد؟ حتما اونا دارن به همون حقه میزنن. تو باید به حرفام گوش بدی جیمی. وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. مگه چه اتفاقی افتاده؟ اونا دارن درباره دار زدن اون پسره صحبت میکنن. اسمش چی بود؟ جورج. همون پسری که تو خونه گرفوردا بود. جیم. اونا میگن اون پسره گذاشته ادوارد فرار کنه. منظورم اینه که در حقیقت اون پسره اونو فراری داده. اون بچه یه سنجاب داره که سنجاب تنابو پاره کرده و ادواردم در رفته. اونا میخوان اونو به درخت صنوبر دار بزنن. گفتین یه سنجاب؟ من مطمئنم اون هاکه. نه اسم اون پسر جورجه. اون هاکی که تو دنبالش میگردی نیست. اگه اون یه سنجاب داره حتما هاکه. خودشه هاکه. یه دقیقه صبر کن. هیچ معلوم هست کجا داری برم میری؟ کن. من باید برم بهش کمک کنم. مگه تو دیوونه شده جیم؟ تو حالت خوب نیست. تو حتی نمیتونی راه بری. صبر کن. همینجا بمون. بیا برگرد بار تو خونه استراحت کن. خب من مجبورم همینجا ازت جدا بشم باب. ازت متشکرم جیمی. بهتره هر چه زودتر برم وگرنه ممکنه بلایی سر جورج بیاد. فکر میکنی با ازدواج من و مری موافقت کنن؟ درست نمیدونم ولی هر کاری از دستم بر بیاد براتون انجام میدم. چون ادوارد به هم قول داده. نگاه کنیم بابی، اون فرار کرده. نذاریم فرار کنه. اوه نه، افراد شپرسون دارن تعقیبم میکنن. هی وایسا وگرنه میکشمت. گفتم وایسا. تو نمیتونی از دست ما فرار کنی باب، مگه اینکه بال در بیاری و پرواز کنی. آفتاب بالا اومده، اون پسر رو بیاری. بنده کافی صبر کردی. باید اونو دارش بزنی. قربان همونطور که حد میزدم شپرسون ها به قولشون عمل نکردن. اون پسره رو بدیم بهشون نشون بدیم. اونا نباید به این آسونی از چنگ ما فرار کنن. قربان پدر خواهش میکنم جورج دوست منه. خواهش میکنم پدر، شما این همچین کاری رو نمی کنین. درست میگم؟
نذارین اونا جورجو ببرن. اگه اونا بکشن هیچ وقت باب به خونه بر نمیگرده. آفتاب تقریباً به بالای درخت صنوبر رسیده، ولی باب گرنفورد بر نگشته. حالا چی به سر حاک میاد؟